بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج تعليم اللغة العربية. خب درس قاعده یا از بخش قواعد امروز چیزی را که میخوانیم حرکات است. حرکات البته فتحه، ضمه، کسره، این حرکات سیگانه و همچنان علامت سکون و شده معرفی میکنیم. قسمی که در تصویر میبینین فتحه یعنی زبر که کلمات مشتمل بر این علامه را در اینجا ذکر کرده. القلمه، القلمه در جمله نیز استفاده شده. اشتریت القلمه یعنی قلم. در اینجا قافم فتحه داره، لامم و میم هم فتحه داره. چه قسم تلفظ میشه؟ ق، یعنی حرفی که بالای از او فتحه باشه به این شکل تلفظ میشه. آوازش ق، مثلا قلم، قلمه، قلمه. اشتریت القلمه. الکسره یعنی زیر. این علامه یا این حرکت چه قسم تلفظ میشه؟ اینجا کلمه مشتمل بر کسره را ذکر کرده. الکتاب، الکتاب یعنی کاف که کسره داره. کاف چه قسم تلفظ میشه اینجا؟ کی، کی. الکتاب. جمله که در اینجا کتاب در آن استعمال کرده چه قسم؟ نظرت فی الکتاب، نظرت فی الکتاب. بی یعنی با هم کسره داره و کاف هم. و همین شکل الضمه یعنی پیش، الضمه یعنی پیش. کلمه که در اینجا مشتمل بر ضمه است آورده. الفرشاتو، الفرشاتو. فا هم ضمه داره و تا هم. چه قسم تلفظ میشه؟ فا پیش فو، فو. و همین قسم تا هم تو. الفرشاتو. خب در جمله که استعمال کرده این الفرشاتو، این الفرشاتو. السکون علامه دیگری است که به معنای چی است؟ ساکن. قسمی که ما داری میگیم ساکن. السکون. خب کلمه که مشتمل بر سکون است العینو، العینو. یا چی داره؟ علامه ساکن بالایش است. العینو یعنی که حرفی که بالایش علامه سکون می باشه او حرکت نمی داشته باشه. العین نعمتون، العین نعمتون. دا العینو یا ساکن است و نعمتون عین ساکن است. الشده، الشده یا علامه شد که ما میگیم. قسمی که میبینین در تصویر علامهش چه قسم است و همچنان در کلمات هم استعمال شده. جوالون، جوالون. حرف واو چی داره؟ شد داره. علامه شد، حرفی که بالایش علامه شد می باشه او دو مرتبه تلفظ میشه. یک مرتبه اول به شکل ساکن و مرتبه دوم به متحرک چی میشه؟ تلفظ میشه. جوالون. ببینین جو یک بار واو ساکن شد و وقتی میگیم واو زبر وارد تلفظ میشه. جوالون. مدرسون، مدرسون. را شد داره. مدرسون. یک بار را ساکن و بار دومش چی داره؟ کسره. سبورتون، سبورتون. با که بالای شد است چه قسم تلفظ میشه؟ سبو، به شدت تلفظ میشه و قسم تلفظ میشه که گویا یک مرتبه ساکن و بار دیگر متحرک تلفظ شده. سبورتون. خب حال بیشتر میخواهم میره تشریح کنم براتون. الفتحتو یعنی چی است؟ الفتحتو یعنی زبر، الکسرتو یعنی زیر، الضمتو یعنی پیش، سکون یعنی ساکن و همچنان الشده یعنی علامه شد. خب هر کلمه‌ای که باشه اینجا قلمه گفته، مثلا کتابه. خب این در اینجا قسمی که در جمله استعمال شده اشتریت القلمه. قلمه یعنی آخر قلم چی است؟ فتحه داره. این ارتباط میگیره بر موضوع نحوی که بعدا انشاءالله ما شما را میخوانیم.
زیاد بالای ازی نمی پیچیم، فقط همین قدر که شما بشناسین که فتحه چیست، کسره چیست و ضمه چیست. و ای خب بیشتر یعنی کسایی که با خواندن قرآن عظیمشان اندکی هم چی داشته باشن، آشنایی داشته باشن، میتونن ایره فرق فتحه و کسره و ضمه را بفهمن. اما بعضی مسائل جزئی هم در این وجود دارن که از جمله در اینجا گفتیم طریقه نوشتن شد که با علامه کسره چه قسم می باشه. در اینجا خوب ایره ذکر کرده. مثلا گفتم مدرسون. وقتی که چی داشته باشه، یعنی اگر ما یعنی قسمی که قبلا گفتیم فتحه بالای حرف نوشته میشه و این قسم علامهش به این شکل می باشه. اما وقتی که شد بیاید، یعنی در صورتی که شد بالای حرف بیاید به این قسم نوشته میشه. مثلا بون، بالای واو شد هم است، زبر هم است، زبر بالای شد نوشته میشه. اما در صورتی که چی باشه، در حالی که شد بیاید و یک حرف چی باشه، کسره داشته باشه، مکسور باشه، چه قسم میکنیم؟ کسره را در تحت علامه شد نوشته میکنیم به این شکل مدرسون. یعنی اینطور فکر نکنین که ای باید وقتی که بالای حرف نوشته شد پس ای باید زبر باشه، یا ای به این فکر باشین که کسره که همیشه در تحت حرف نوشته میشه، یعنی پایان حرف نوشته میشه، باید همیشه مقسم باشه. نه، در صورتی که شد با هم یعنی شد با کسره یک جا بالای یک حرف بیاید، پس چی قسم نوشته میشه؟ شد قسم نوشته میشه که در تحتش چی می باشه؟ کسرش، یعنی کسره. اگر اینمی علامت اینطور کشکدگی خط اگر بالای شد بود به معنای زبر است، اگر پایان شد بود به معنای کسره یا زیر است. همین قسم مثال ضمه را ذکر میکنیم. الفرشاتو. تو اینمی چی است؟ اینمی علامت ضمه است، یعنی پیش. السکون مثالش گفتیم العینو. اینمی علامه که بالای یا آمده چی است؟ ساکن است. و حرفی که بالایش علامه ساکن بیاد او چی می باشه؟ او حرکت نمی داشته باشه. العینو یا حرکت نداره. و مقسم شد ده شد کم چی است؟ تشریح نیاز است که بگویم. مثلا اگر میگیم جوالون، ده جوالون واو گویا که یک بار ساکن و یک بار متحرک خوانده میشد. اقسم گویا هجایش به این شکل باشه، جوالون، و همچنان به شدت خوانده میشه. خب حالی که تلفظش هم درست یاد گرفتیم و این علامات و حرکات شناختیم، میاییم به تمریناتش که در تمرینات البته بیشتر بر ما چی میشه؟ در فهم یاد گرفتن درستش ما را کمک میکنن. در تمرین گفته ضع کل کلمه تحت صورة مناسبه. خب البته کلماتی را که خواندیم حالا به شکل گدوت آورده شده که آیا شما درست یاد گرفتین و فهمیدین، یعنی که مثلا بابون چی است، مروحتون چی است، مانجو، فمون، رومن و ملفون چی هستن. به اینجا تصاویر داده شده و اسما. شما چی میکنین؟ تصویر مناسبه با اسم مناسب وصل میکنین یا نامش نوشته میکنین. ضع کل کلمه تحت صورت مناسبه. بگذارید هر کلمه را تحت یا زیر صورت مناسبش. تصویر مناسبه ببینید در شروع تصویر از چی است؟ پک است. خب از این کلماتی که ذکر شده بابون، مروحتون، منجو، فمون، رومانون، ملفون، از اینا کدامش با این چی میکنه؟ تطابق داره؟ کدامش یعنی چی میگن پکره؟ مروحتون. قبلا خواندین مروحتون، پس در زیر از این نوشته میکنین مروحتون. به همین شکل تصویر است، تصویر دهن چی باید بیاید از زیر از این؟ چی مناسب است؟ فمون. فمون چی را میگن؟ دهن. تصویر سوم میبینیم که تصویر دروازه است و در زبان عربی دروازه را چی میگفتن؟ این را قبلا خواندیم در درس بابون، پس مناسب از این بابون است. همه قسم تصویر میبینیم تصویر دوسیه است. البته این فایل یا دوسیه در قبلا که خواندیم در زبان عربی چی میگن به این؟ ملفون، پس در زیر از این ملفون باید نوشت. همه قسم
تصویر انار است. میبینیم قبلا هم خواندیم که در زبان عربی انار چی میگفتن؟ او را یاد گرفتیم. در اینجا نوشته میکنیمش رمانون. رمانون در زیر تصویر نوشته میکنیم. همین قسم تصویر دیگه که است تصویر آم است. میوه آم ای را چی میگن در زبان عربی؟ مانجو. بس در زیر از این نوشته میکنیم مانجو. در این نوشتن از دوستای عزیز تقاضا میکنیم که همین قسمی که گفته میشه در اینجا همین قسم اینا حل هم بکنن، کتابچه مخصوص داشته باشن بر زبان عربی خود. همین تمریناتی را که زبانی اینجا براتون میگم ذکر میکنم اینا نوشته هم بکنین و بهتر است که اگر خود شما یعنی بتونین این چیزا را نوشته کنین خوب است. خب من کوشش میکنم در ابتدا براتون بعضی راهنمایی داشته باشم تا براتون در آینده آسان شود. البته شاید در آینده براتون تمرینات به خود شما واگذار کنیم، به خاطر از اینکه نشود که تیار مثلا اگر گفته شود باز شما تقریبا یعنی بر ما یعنی بوج زیادتر مانده خودتان تنبل نشین. به این اساس بهتر است که چی کنین؟ آیسته آیسته کوشش کنین که تمرینات خودتان حل کنین. و در اینجا گفته شده و در حل کردن این تمرینات قسم گفتم هم فایده خواندن است، یاد گرفتن مفردات است و همچنان طریقه نوشتن یک کلمه به زبان عربی است. جزء دوم تمرین چی تشکیل میده؟ میگه اضبط الحرف الذي تحته خط بحرکت مناسبه. ای در مورد حرکات است. میگه اضبط الحرف الذي تحته خط، کلمه را که حرفی را که در زیرش خط گذاشته شده شما او را چی کنین؟ با حرکت مناسب متحرک بسازین. حرکتی که با او مناسب است او را شما چی کنین؟ بالای از او اجرا کنین. مثلا قلمون. قلمون چی داره؟ فتحه داره، یعنی باید فتحه را درش اضافه کنین. همین قسم وسادتون که قبلا خواندیم وقتی تلفظ میکنی وسادتون باید بفهمی که چی آمده، کسره زبر یعنی فتحه است یا ضمه است چی است. و از تلفظ میفهمیم که چی داره؟ کسره. طبیبون. طبیبون هم قسمی که تلفظ کردیم اما از روی تلفظ میفهمیم که اینجا فتحه باید باشه. فارغون. فارغون در راه هم ری که گفتیم میفهمیم از روی تلفظ که اینجا کسره نیاز است. جوافتون. جوافتون از تلفظ باید بفهمیم که در اینجا نیاز به چی است؟ ضمه است. فرشاتون. فرشاتون هم در اینجا به فا میبینیم وقتی از روی تلفظ فو که گفتیم یعنی که در اینجا نیاز به ضمه است. خب بخش سومش انطق الحروف التاليه نطقا صحیحا. در اینجا ما را تمرین میده که همین حروفی را که یاد گرفتیم آیا تلفظ درستش عالم میدانیم یا نه. ب زبر ب پیش بو، ب زیر بی. همین قسم ف نیاز به هجا نیست که همگی شب بکنیم، با خاطر پیش میریم. ف فو فی م مو می و وی. و بخش چهارمش اقرأ الكلمات التالية بصوت عال. کلمات زیر را با آواز بلند بخونید. بینهم. بینهم. بشرا. بشرا. بضاعة. بضاعة. فلاح. فلاح. فرقان. فرقان. فئة. یا اگه وقف کنیم فئة. مكان. مكان. مسلم. مسلم. مثله. مثله. وعيد. وعيد. وضع. وضع. وعاء. وعاء. و به همین شکل درس امروزی ما به پایان میرسه و امیدوار هستیم که چیزی از درس آموخته باشین و در تمریناتی را که در اینجا ذکر کردیم امیدوار هستیم که تمرینات نوشته کرده و بالایش درست تمرین کنین و کار کنین تا نتیجه بهتر و بیشتر داشته باشیم. و این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعدی هر کدام شما را به الله متعال میسپارم. مع السلامه.